دانشجو دختران کورس چهارم اختصاصی دیزاین محصولات دوزندگی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف در چهاربینی نوروزی نمایش لباسهای ملی ادانه را به صحنه گذاشتند. لباسهای به برنموده دانشجویان محصول کاری خود آنهاست. دانشجویان از متاهای ادرس و اطلس و چکن لباسهای ادانه را آماده کرده به بر نمودند. دانشجوی کورس چهارم اختصاصی دیزاین محصولات دوزندگی مرحبا حامیدجانوه در بخش نمایشی لباس تا 6 نمودی کاری خود را معرفی نمود و میگوید لباسهای ادانه دخترش از متاهای اطلس و اطلس و چکن بوده آنها را همراهی آموزگاران دوام 4 سال تحصیل آماده کرده است. بنا به گفته دانشجو امسال وی دانشگاه را از روی اختصاصی دیزاین محصولات دوزندگی ختم میکند. از این پس مستقلانه همه نمودی لباسهای ادانه و ملی و روزمره را دخته میتواند. امروز در فاکولته صنعتی تصویری و تکنولوژی چهاربینی نوروزی گذرانده شد که ما در این چهاربینی اهل گروه 405 با راهبری معلم تهیروه نمایشی لباسهای ملی و اروپایی نمایش دادیم. این لباس ها را ما در دوام 1 سال که ما تحصیل کردیم دخته شده بود. ما در دوام 4 سال تحصیل بریدنی متا و ساختنی قالب ها را از خود نمودیم. چهاربینی نوروزی را دانشجویان فاکولته صنعتی تصویری و تکنولوژی دانشگاه دولتی خوجند از روی 15 بخش گذرانیدند. قرائت شعر و گفتارهای نوروزی و دهه‌خوانی، رقص گروهی، نمایش صحنه‌چه و لباس و برآمد بهار و دهقان از بخش‌های چهاربینی نوروزی بودند که دانشجویان به صحنه گذاشتند. در چهاربینی ادانه رکتور دانشگاه دولتی خوجند جمشید جورزاده و دیگر استادان دانشگاه اشتراک کرده به برآمد دانشجویان بهای بلند دادند. همگان قدوم مبارکی مرا به صبرانه انتظاری میکشند. معنی نامی من این روزی نبوده مقام من در عرصه جهان بسان نظر است. برگزاری چهاربینی ادانه به مناسبت جشن نوروز در همه فاکولته‌های دانشگاه به حکم عنعنه درآمده است. آموزگاران میگویند با این وسیله دانشجویان و جوانان از تاریخ عیدهای قدیمی تاجیکان و سنت‌های مردمی تاجیک آگاه شده و خود معلوماتی بیشتر میگیرند. چهاربینی نوروزی دانشجویان فاکولته صنعتی تصویری و تکنولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف نزدیک 2 ساعت دوام کرد. در این مدت دانشجویان کوشش کردند که برآمد خوبی را به مناسبت جشن نوروزی بین المللی به صحنه گذارند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.